امروز نکاهایتان به چی میشه؟ راستتان بگوید. آرایش کردن زن چیست؟ دیوسی نیست؟ بیغیرتی نیست؟ رویز چی را لچکو زنگو جامنش زینتیشه. خب با محترم گلپوش کو، خب نشان نما کو که کلی مردم بیا برک بزنن، یک دفعه او رسایی کنن، باز کوچه بگردون شه، باز فیلم پوری کشه، باز در اینترنت بنداز شه، باز نه قطعی امی بیناموسی نعوذ بالله قطعی امی زنید در مجلس عام اختلاط مرد و زن رقص بکو، سینه چپکو. او بی غیرت ظالم، کدام حکمتو حاکم کردی؟ تو سبا جنازه دای، تو سبا نماز میخونی؟ بگوی برم این طور ملا را آدم چی بگوی؟ این ملا اینا ملا میره نکاح اینی طور فاسقا را بسته میکنه دور از حاضر مجلس مسلمان های واقعی. کدام بی غیرتیست که دی دین نامده؟ این دختری که میره در تلویزیون رقصا میکنه، سینه را چپا میکنه، او برادر داره؟ برادری دیوس نداره؟ پدری دیوس نداره؟ کوکوی دیوس نداره؟ بابای دیوس نداره؟ سبا باز او خبیث انفجار کشته میشه میگه شهید شد، شراب خورده میگه شهید شد، دزدی نکرده میگه شهید شد، رقصا را کرده او کسای فاسقای فاجرای در گردش چک چک میکنه، در زیر پول پیسه او گم میشه. او دختر او جماعت کدام جماعت است؟ این فیصله و کدام فیصله است؟ دین تنها امیر میگه یک وقت نماز بخوان، تسبیح از دروغی در دست بگی، دین است. محکم الله را بد بگم و می خاطر بد بگم در کل عمر در سر منبر نواقض اسلام بیان نکرده که اسلام توسط این چیزا. وضو نواقض داره یا نداره؟ وضو میده میشه یا نمیشه؟ در این مجلس نشسته هستی، در این مجلس نشسته هستی خور خو بردته، وضویت میده شده یا نشده؟ چرا میبروی؟ نماز خوانده میتونی؟ اگر حلال بدونی چی میشی؟ کافر میشی. اسلام نواقض نداره که اسلام میده شود. هر کاری که ما کردیم اسلام ما اسلام است، اسلام ما اسلام است. کل عمر در دنیای کفر تیر کرده، شراب خورده، کسی شاهد نداره سرش که امین نماز خوانده باشه. کل عمر در زنا تیر کرده، مردش این جبیه این ملای خبیث برش چی میکنه؟ برای 2 روپه، برای 100 روپه، برای 1000 روپه، گاهی ده او سرش گاهی ده ای سرش رفته رایسته. بسیار خوب جوان بود، بسیار نیک جوان بود. مولا صاحب تو خوب ببین، حقیقت ها را ببین، تو مسئول هستی در روزی قیامت، از تو سوال میشه.